عزیزانی که متاسفانه تصادف کردین و شرایط مالی بدی دارین، ماشینتون افتاده گوشه پارکینگ و پول بازسازیشو ندارید، حالا فرقی نداره از کجای ایران میای، چون همتون با من برادرین. ماشینتون رو بفرستین، من 0 تا 100 براتون بازسازی میکنم. اونم با چه شرایطی؟ دستمزدشو نصف قیمت ازتون میگیرم، مجبورم پول استادکارا رو بدم، نصفشو شما پرداخت کنید، نصفشو من. 0 تا 100 قطعاتی که برای ماشینت استفاده میکنم چک 5 تا 6 ماه ازت میگیرم، اونم بدون اینکه 1000 تومانی بهره ازت بگیرم. 1000 تومانی بهره رو من حرومه. تا جایی هم که بتونم و در حد توانم خودمم بهتون کمک میکنم. تا الان که کار کردم برای چکایی که از مشتری گرفتم هیچ گونه سودی نگرفتم و نخواهم گرفت، چون درک اینو دارم الان همه شرایط اقتصادیشون بده، باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. فقط تنها چیزی که شما نقدی پرداخت میکنین پول اتاق شک و اونم میریزیم به حساب ایران خودرو. و تنها خواهشی که من از مشتریان عزیز دارم، دوستان مجموعه ما شلوغه، فقط برای بازسازی باید صبور باشید تا نوبتتون بشه و بتونیم کارتون رو راه بندازیم. با هر شرایطی که مشتری بگه باهاش کنار میام، فقط سفارش عجله‌ای به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم. بازسازی خوب و درجه 1 زمان میخواد. حالا بیا داخل پیجم هم نگاه کن، اگه نمونه کارامو پسندیدی بعد بیا مجموعه ما.